ببینید آقای مهندس، وقتی به برق وصلش میکنید، من الان اینجا یه دونه محافظ برق دارم، محافظ کلیه. شما حتما قبلش یه محافظ 30 آمپر تهیه میکنید، این دو شاخش رو میزنید به اون محافظه رو میزنید به قسمت برقتون. اینجا یه کلید روشن خاموش داره، وقتی این کلید رو شما بزنید دستگاه روشن میشه. این قسمت این ولومشه که بهتون گفتم، ببینید اینجا یه شفت داره که اینجا بالا پایین میشه. علای این پنجره ها اون شفت رو میبینید، اون بعد روزی یه قطره روغن روش بخوره که چرب بمونه. اگه این چرب نشه پکینگایی که توی این گلویی هست خشک میشه، زود خراب میشه، از اینجا رنگ میده بالا. حتما اینو در نظر داشته باشید، روزی یه قطره از این لای این پنجره به این شفته یه قطره روغن برسونید. فکر کنم داخل این یه دونه روغندون براتون گذاشته باشه. متاسفانه روغندون نذاشته، باید یه روغندون تهیه کنید، اونجا روغن بزنید. داخل این یه دونه فیلتر هست. اگه دیدید رنگتون دونه بندی درشت داره، اینو باز کنید، آچار بندازید، اینو باز کنید، اون فیلتر رو در بیارید. توی دستگانتون هم یه فیلتر سیگاری داره که اگه دیدید رنگتون دونه بندیش درشته، حتما این فیلتر رو هم در بیارید. اینم بهتون گفتم، حتما اینجا مد نظر داشته باشید این خدچینا رو. وقتی دستگاه میخواد شستشو بشه، حتما رو این کم، از این کم بیشتر نشه. نبرید رو ولوم بالا بذارید، چون استهلاک پکینگ پیدا میکنه. اینم که بهتون گفتم که حتما چرب بشه. این چرب